علویان طبرستان، اولین حکومت شیعه مذهب در ایران. علویان طبرستان اولین حکومت شیعی زیدی بودند که در سرزمین‌های ایرانی تشکیل شد. بنیانگذار این سلسله حسن بن زید ملقب به داعی کبیر بود که در سال 250 هجری قمری 864 میلادی با حمایت مردم دیلم و رویان قیام خود را آغاز کرد. قلمرو علویان شامل طبرستان، مازندران کنونی، گرگان و دیلم بخش‌هایی از گیلان بود. پایگاه اصلی قدرت آنها در مناطق کوهستانی و صعب العبور دیلم بود که دفاع از آن در برابر نیروهای عباسی را آسان می‌کرد. تأسیس علویان همزمان با ضعف حکومت طاهری و خلیفه عباسی بود. داعی کبیر در ابتدای کار توانست نیروهای طاهری را از آمل و ساری بیرون رانده و مقاومت شدیدی را در برابر حملات متقابل خلافت سازماندهی کند. این سلسله از مذهب شیعه زیدی پیروی می‌کردند که از نظر فقهی به فقه حنفی نزدیک بود، اما مشروعیت سیاسی را تنها از طریق فرزندان فاطمه زهرا سین می‌پذیرفتند. علویان بر اجرای عدالت و مبارزه با فساد حکومت‌های مرکزی تأکید داشتند. قدرت علویان عمدتاً ناشی از حمایت مردم دیلم، رویان و کوهستان‌های طبرستان بود که از ظلم و ستم حکام عباسی و طاهری به سطوح آمده بودند. این مردم نیروی نظامی اصلی علویان را تشکیل می‌دادند. علویان طبرستان پس از حدود 70 سال حکومت سرانجام در سال 316 هجری قمری 928 میلادی توسط سامانیان منقرض شدند. با این حال نفوذ زیدی در مناطق کوهستانی دیلم با گیلان ادامه یافت و بعدها زمینه‌ساز تشکیل حکومت‌های محلی دیگر شد.